ما مردم جان ما مردم در حفظ باشد. من برای چی دفعه میگم که این گروه هایی که برآمده است مثل ابو محمد مدنی و مثل ابو مریم و ابو عمر و ابو سهیل و ببینید مثل مدنی کی باشه؟ اندین حال ما رو دانشمندا از این مذهب پیروی میکنن. امروز افرادی پیدا شدن و مانند اسکندر مدنی، عبدالظاهر دایی و عقیده خدا صحیح و درست میدانند و عقیده ما را باطل میدانند که نادرسته، در حالی که عزیزان من عقیده او خرابه. عقیده او باید برای عقیده بکنند. امروز ملاهای تاجیکستان سنگ میزنند که مرتد، مشرک، ناصبین، خوارج، معتزله همه او خودشون. مردکی مدنی کی باشه؟ کی باشه که فتنه میکرده؟ کنی بینیم